این برنامه با همکاری تلویزیون معراج و انستیتوت علوم صحی عاطفی برای شما تقدیم می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم و با نام و یاد خدای بخشایش و مهربانی عرض سلام و درود بر همه شما هموطنان عزیز و بیننده های نهایت گرامی شبکه جهانی معراج. آرزو دارم هر گوشه و کناری که هستین تنتان سالم و حال دلتان خوب و خوش باشه. از اینکه بیننده یکی دیگر از برنامه‌های سلامت هستید بسیار خوشحالم. برنامه‌ای که هفته‌وار جهت بلند بردن سطح آگاهی شما عزیزان با دکتران با تجربه شهرمان پیرامون موضوعات مختلف در بخش صحت میپردازیم و این برنامه‌ها رو خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم. یک تشکری ویژه داریم ابتدا از حامی برنامه خود انستیتوت علوم صحی عاطفی، یکی از بهترین انستیتوت‌ها در سطح شهر هستند که رشته‌های مختلف صحی فعال دارند و در زمینه‌های مختلف در بخش صحت فعالیت دارند. و اما در این هفته به یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم و حیاتی میپردازیم. موضوعی که شاید باز هم برای بعضی از افراد ساده به نظر برسه و جدی نگیرن، اما مشکلات خطرناک میتونه ایجاد بکنه. سوء تغذیه اطفال، مشکلی که در خیلی از خانه‌ها حتما وجود داره و متاسفانه از عدم آگاهی کافی خیلی وقتها شده که متوجه نمیشیم که طفل ما دچار به سوء تغذیه هست، یا اگر هم متوجه میشیم معلومات کافی برای مهار این موضوع و برای بهبود بخشیدن این وضعیت در قسمت مساویت طفل خود نداریم. خیلی راحت میتونه سوء تغذیه باعث بشه که تأثیرات جدی و خطرناک روی رشد جسمی، ذهنی و حتی سیستم ایمنی اطفال به جای بگذاره. در این برنامه در خدمت شما هستیم با یکی از دکتران بسیار با تجربه شهر خود و میپردازیم به بررسی دقیق و علمی بیماری سوء تغذیه نزد اطفال. اما قبل از اینکه بحث و گفتگوی خود را با مهمان خود شروع بکنیم، یک بسته معلوماتی همکاران عزیز ما آماده ساختن در رابطه به سوء تغذیه اطفال. به خاطر ایجاد ذهنیت بهتر میریم با اتفاق همدیگری کلیپ میبینیم. در ادامه همراه شما خواهیم بود و بحث و گفتگوی خود را با مهمان عزیز خود شروع خواهیم کرد. سوء تغذیه اطفال. سوء تغذیه یکی از خطرناکترین و در عین حال خاموشترین بحران‌های صحی است که میلیون‌ها کودک در سراسر جهان به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. سوء تغذیه زمانی رخ می‌دهد که بدن کودک مواد غذایی کافی مانند پروتئین، ویتامین‌ها و انرژی دریافت نکند. نتیجه آن چیست؟ رشد ناقص بدن، کاهش قدرت دفاعی در برابر بیماری‌ها و در موارد شدید حتی مرگ. هر سال حدود 45% از مرگ و میرهای کودکان زیر 5 سال به نحوی با سوء تغذیه مرتبط است. اما سوء تغذیه فقط گرسنگی نیست. کودکی ممکن است غذایی بخورد، اما اگر آن غذا فاقد مواد ضروری باشد مثل آهن، روی یا ویتامین A، باز هم دچار سوء تغذیه می شود و این می تواند به بیماری هایی مانند کواشیورکور یا ماراسموس منجر شود. بیماری هایی که علائمشان لاغری شدید، ورم بدن یا ضعف عمومی هستند. اما امید هست. با آموزش مادران، دسترسی به غذاهای سالم و ارزان، برنامه‌های واکسیناسیون و حمایت از مادران شیرده می توان جلوه این فاجعه را گرفت. هر کودک حق دارد با شکم سیر، بدن سالم و قلبی شاد بزرگ شود. ما می توانیم تفاوت بسازیم با آگاهی، همدلی و اقدام. بیایید دست به دست هم دهیم تا هیچ کودکی با شکم گرسنه نخوابد. مجددا خوش آمدید دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده و به ادامه برنامه خوش آمدید. در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما در این هفته از سلامت به نام سوء تغذیه اطفال هست. مهمان عزیز و گرامی ما جناب دکتر محمد عارف شفقیار، موظف در بخش اطفال شفاخانه حوزوی، مهمان ما در این برنامه هستم که در ابتدا خدمت ایشان سلام و وقت بخیری داریم. جناب استاد وقت شما بخیر.
سلام و احترام دارم خدمت شما و خوش آمدید میگم شما رو به برنامه سلامت، انشالله که صحتمند و تندرست باشید. تشکر، سلامت باشین. من سلام دارم خدمت شما، خدمت همکارای تکنیکی شما و یک سلام ویژه خدمت اویده کسایی که ما را از طریق پرده‌های تلویزیونشان میبینن و تشکر میکنم که این باری فرصت برنامه سایت ساختیم تا اینکه لحظات چند در خدمت هموطنان عزیز ما باشیم. تشکر از شما جناب استاد، واقعا افتخار ما هستین. از جایی که به جریان هستم تجربه زیادی دارین، سالهای سال در قسمت طبابت و مسائل صحی واقعا خدمات ارزنده داشتین. انشالله که برنامه مفیدی با شما داشته باشیم و تا پایان بتونین آگاهی بسیار خوبی در قسمت سوء تغذیه اطفال برای هموطنان عزیز خود داشته باشیم. جناب استاد ابتدا تعریفی داشته باشین از خود سوء تغذیه، به چه خاطر میگیم که سوء تغذیه و اگر کدام انواع مختلفی داره میشه که برای ما و بیننده های عزیز ما توضیحات داشته باشیم. بسیار خوب، تشکر. خود واژه سوء تغذیه یا سوء تغذیه که بیشتر عطف میشه به تغذیه کمتر از حد معمول و کمتر یا ناکافی بودن تغذیه از همو اندازه نیازمندی های عضویت. اما در اصل خود کلمه سوء تغذیه اگر در اصطلاح تعریف بکنیم عبارت از همو داشتن یک تغذیه ناسالم یا داشتن یک تغذیه نابرابر بر حسب نیازمندی های عضویت است که میتونه در هر دو بخش باشه، یعنی هم میتونه به اصطلاح انگلیسی اوور نوتریشن باشه، هم میتونه اندر نوتریشن باشه. یعنی اگر تغذیه بیشتر از ضرورت های بدن باشه که اوبسیتی یا چاقی و افزایش وزن به بار بیاره، او هم یک نوع سوء تغذیه هست. و سوء تغذیه اگر کمتر از ضرورت بدن باشه، یعنی غذایی که فرد یا یک طفل یا یک فرد کلانسال دریافت میکنه و او تکافؤ کننده نیازمندی های عضویتش نمی باشه و در نهایت لاغری و وستینگ و قد کوتاهی و ضعیفی و ضعف سیستم ایمنی بدن و بالاخره تمام این مشکلات در سر این تغذیه ناکافی به بار میآید، این هم ما سوء تغذیه میگیم که بیشتر امو مفهوم و معنای واژه سوء تغذیه و منظور از همین کلمه همو تغذیه ناکافی هست یا تغذیه کمتر از ضرورت بدن که مورد بحث امروز ما و شما هست. بسیار خوب جناب استاد، آیا انواع هم وجود داره که شما دو مورد از اون گفتین که امکان داره مثلا از پرخوری زیاد یا مثلا اطفال که چاق هم باشن امکان داره دچار به سوء تغذیه باشن و برعکس این موضوع اگر لاغر هم باشن و غذای کافی استفاده نکنن میتونه که نشان دهنده سوء تغذیه باشه؟ کدام انواع مختلف دیگه هم داره در بخش سوء تغذیه میتونه؟ بله، خود سوء تغذیه که منظور از سوء تغذیه که غذا به اندازه کافی گرفته نشه، اینو اندر نوتریشن یا تغذیه ناکافی، باز میتونه از نظر کلینیکی انواعی داشته باشه. مثلا ما امراض سوء تغذیه داریم به نام مراسموس، مرض به نام کواشیرکور که اینا از اثر فقر پروتئین و انرژی و کالری به وجود میان و میتونن اختلالات بسیار جدی را متوجه صحت و حیات و جان یک طفل بسازه. ببینید نمی خود مواد غذایی را وقتی که ما شما استفاده میکنیم، حالا چه یک طفل چه یک فرد کلانسال، هم در تأمین انرژی در بدن انسان به احتراق میرسه که از ما انرژی به دست میاریم. شما یک وسیله نقلیه را مثلا یک موتور در نظر بگیریم، زمانی که موتور تل مندازیم و تا اون زمان انرژی داره و حرکت میکنه و فعالیت میتونه داشته باشه که مو انرژی رو مصرف کرده برای تل مصرف کنه. هر زمانی که اون انرژی ختم شد دیگه حرکت کرده نمیتونه. انسان هم مواد غذایی را برای تأمین انرژی به مصرف میرسانه. اما بخش دوم مواد غذایی در بدن انسان برای ساخت و ساز هست، یعنی بنای بدن انسان از او ساخته میشه و این بخش از مواد مغذی مانند پروتئین ها که بیشترین سهم و نقش را در ساختار یک بدن یک انسان داره و همچنان مواد مغذی دیگه مانند شحمیات، گلوکوز و ویتامین ها و مرکبات و اینا هم که ریز مغذی های هستن که برای بدن انسان و برای پیشبرد پروسه های حیاتی در بدن انسان ضروری و الزامی هست و ما رو باید از طریق یک رژیم غذایی متوازن و کافی و رژیم غذایی ارزشمند که در یک غذای با ارزش از نظر ارزش غذایی داشته باشیم میتونیم برای بدن خود تامین بسازیم و با فقر و مواجه نشیم.
هرگاه ببخشیم یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، هرگاه فقر هر کدام از این موادات مغذی به وجود بیاید، مثلا غذایی که مصرف میکنیم از نظر پروتئین فقیر باشه، غذایی که مصرف میکنیم از نظر آهن و از نظر ویتامین ها و از نظر کالری و کربوهیدرات ها و شحمیات فقیر باشه، فقر هر کدام از این موادات ضروری غذایی در بدن انسان میتونه یک دنیا اختلال ایجاد بکنه. بسیار خوب جناب استاد، متاسفانه شما بیشتر به جریان هستین، البته هموطنان عزیز ما هم میفهمن و خبر دارن که واقعیات زیادی از اطفال نازنینی که به دنیا میآیند مثلا به سوء تغذیه هستند. حالا میشه که در این قسمت برای ما و بیننده‌های عزیز ما بگین که چه علائم و نشانه‌هایی در نزد اطفال وجود داره که ثابت میکنه اونا دچار به سوء تغذیه باشن، چون موضوع بسیار مهمیه. در خیلی از موارد حتی مادران و اطفال هم متوجه نمیشن که طفل ما سوء تغذیه داره و یا هم دیدگاه‌های مختلف و نظریات مختلف اقوام و خویشان و وابستگان و فامیل هست که اونا رو وادار نمیسازه به اینکه طفل خود تحت نظر یک دکتر معالج قرار بدن. این علائم و نشانه ها رو بگین تا بیننده های عزیز ما متوجه بشن که بفهمن چگونه هست و طفلشون به سوء تغذیه دچاره یا نه. بله تشکر. نشانه های سوء تغذیه نزد یک طفل میتونه کاهش وزن باشه، کوتاهی قد باشه، نداشتن همون وزن ایدئال یا قد ایدئال یا کتلی عضویت بر اساس سن طفل که میتونه بر اساس همون ارزیابی های کلینیکی که توسط یک کارمند صحی یا توسط یک دکتر ارزیابی میشه معلوم بشه و در خانواده فامیلا هم این میتونن متوجه بشن. دیگه یک طفل که سوء تغذیه می باشه بسیار ضعیف می باشه و عضلات ضعیف می باشه، ذوب عضلی داره، عضلات ضعیف است و دیگه ای که موهای خشک و شکننده داره و کم علاقگی به درس و کم علاقگی به مسائل ذهنی و فکری و اینا و حتی ذکاوت اطفال که سوء تغذیه می باشن کمتره، قوی یادگیری اینا کمتره و دیگه ای که یک طفل سوء تغذیه میتونه اعراض علائم کم خونی داشته باشه و زود مریض میشه. یک طفل که سوء تغذیه باشه معافیت ضعیف داره، زود مریض میشه و هر باری هم که مریض میشه زود خوب نمیشه، یعنی به تداوی هم خوب رسپانس نمیده، بدنش بله به شکل مزمن و بیماری های مکرر مریض شدن، مکرر مانند سرماخوردگی ها، مانند سینه بغل، مانند امراض دیگه میتونم انتانات بسیار براحتی مداخله بکنه و عضویتش و بدنش دستخوش مداخله انتانات باشه به دلیل ضعف معافیتی که طفل داره و همچنان بدن قدرتمند نداره که بتونه با بیماری به درستی مبارزه بکنه و زودتر از شر بیماری خوب بشه و شفایاب بشه. یعنی طفل شما که سوء تغذیه باشه زمانی که مریض میشه میبینیم که با آسانی خوب نمیشه نسبت به طفلای دیگه. این هم میتونه یکی از نشانهای سوء تغذیه باشه و همچنان از نظر ذهنی و فکری هم که خدمت شما عرض کردم سطح ذکاوت و هوشیاری و از نظر روحی روانی هم ممکن اختلالاتی داشته باشه. همراهان عزیز به خصوص مادران گرامی باید متوجه موضوع باشین. جناب دکتر صاحب نشانه‌های شایع و اولیه در قسمت سوء تغذیه اطفالش گفتن. اگر کدام موردی از این نشانه ها و علائم نزد کدام طفلی در خانه میبینین خیلی نکات جدی بگیرین و خیلی سریعا و فوراً باید او طفل شما تحت نظر یک دکتر معالج و یا هم متخصص در بخش اطفال قرار بگیره تا اینکه از عواقب خطرناک در آینده جلوگیری بشه. جناب استاد میشه که در ادامه بپردازیم به دلیل و عواملی که سبب سوء تغذیه و ایجاد سوء تغذیه در نزد اطفال میشه. در جامعه ما و همچنین در کشورهای در حال توسعه معمولا این مورد زیادتر هست. چه دلیل و عواملی از نظر شما داره جناب استاد؟ بسیار خوب. عوامل ایجاد سوء تغذیه نزد اطفال میتونه متعدد و گسترده باشه که باید اینا ریشیابی بشه و به این عوامل پرداخته بشه. به واقعیت یک از عوامل عمده ایجاد سوء تغذیه در کشورهای رو به انکشاف یا کمتر انکشاف یافته از جمله در کشور از شما افغانستان میتونه مشکلات اقتصادی باشه، فقر اقتصادی و عدم دسترسی به غذاهای که دارای ارزش غذایی بلند هست و غذاهایی که میتونه بسیار مفید و موثر باشه علل خصوص در دوران بسیار حیاتی و مهم طفولیت. پس فقر اقتصادی میتونه یک دلیل عمده باشه. دیگه دلیلی میتونه عدم آگاهی باشه، نداشتن آگاهی کامل در رابطه با
اهمیت تغذیه اطفال، در رابطه به چگونگی نوع تغذیه، در رابطه به داشتن آگاهی در رابطه به این که کدام غذا در کدام وقت باید به طفل داده شه، نداشتن یک تغذیه منظم با شیر مادر در دوران شیردهی که میتونه امو بنای طفل بسازه که در زمان شیردهی بسیار مهمه که یک طفل با شیر مادر تغذیه بشه. طفلایی که با شیرای خشک تغذیه میکنن، علل خصوص شیرایی که از بازار به شکل کیلویی خریداری میکنم، شیرای پودر، اینا بسیار ارزش غذایی اینا پایین هست، فقیر از پروتئین میباشه، اینا فقط شکر و ترکیبات دیگه میتونه داشته باشه ولی از نظر پروتئین بسیار فقیره و نمیتونه نیازمندی های طفل برآورده بسازه. بنان داشتن یک تغذیه ناسالم میتونه زمینه را مساعد کنه برای اینکه یک طفل به سمت سوی تغذیه بره. دیگه داشتن امراض، بیماری های مختلف، انتانات و بیماری های مختلف، امراض مزمن زمینه را برای سوی تغذیه مساعد میکنه. سندروم های سوی جذب، اطفالی که مکررن ایصالات می داشته باشند، طفلای سوی جذب می داشته باشند، اگر هر چقدر مواد غذایی غنی هم به طفل داده شود که طفل ناتوانایی در جذب مواد غذایی داشته باشه، میره به سمت سوی تغذیه و میتونه موثر. بیماری هایی هم که مثلا نزد مادران وجود داره و در زمان بارداری از اونا امکان انتقال عضو به جنین هست که بعد از اینکه طفل به دنیا میاد مثلا به سوی تغذیه دچار باشه یا به سوی اشکال ولادی دچار باشه، چون همچون موارد زیادتر هست به خصوص حملای پی که در نزد بعضی از خانم‌ها انجام میشه. این مورد هم میتونه تاثیرات دقیق کاملا. ببینین اصلا خود رشد و تکامل از دوران جنینی بسیار مهمه و از اونجا آغاز میشه و بسیار مهمه که یک مادر در دوران بارداری به تغذیه سالم به توجه داشته باشه، یک تغذیه درست و کامل و سالم داشته باشه تا اینکه یک طفل سالم و صحتمند در به دنیا بیاره. مادرانی که ضعیف میباشند، مادرانی که در دوران بارداری تغذیه ناسالم دارند، مادرانی که حملای پیهم مکرر دارند، قسمی که شما فرمودین، مادرانی که فقر آهن و کلسیم و پروتئین و کمبود وزن دارند و یا بسیار جوان میباشند، حاملگی در نوجوانی، اینا همه باعث میشه که یک مادر یک طفل با وزن کم به دنیا بیاره. لوبرت یا طفل با وزن کم وقتی که به دنیا میاد او از همونجا میتونه سوی تغذیه باشه و از همونجا استعدادش به امراض 10 برابر نسبت به یک طفل سالمی که دارای وزن ایدئال و نرمال میباشه بیشتر هست. از همونجا خشت و بنای اساسی بدن طفل که درست گذاشته نشده باشه دیگه میتونه که در معرض خطر سوی تغذیه باشه. ولی اگر باز پس از تولد در حیات خارج رحمی، در دوران شیردهی، در 2 سال اول حیات، بالاخره در 5 سال اول حیات، هر چقدر توجهی بیشتر به طفل شوه و تا 1 سالگی که مطلقاً با شیر مادر تغذیه میشه، مثلا تا 6 ماه اول که قطعا نه بعد از دیگه غذای غیر از شیر مادر داده بشه، بعد از اون داشتن غذای مکمل درست در کنار شیر مادر که بسیار مهمه. یعنی بعد از 6 ماهگی دیگه شیر مادر بر طفل کفایت نمیکنه، حتما بعد یک غذای در کنار او به طفل داده بشه و او غذا هم یک غذای قوی از نظر ارزش غذایی باشه و اینا میتونه که نجات بخش باشه که یک طفل به سمت سوی تغذیه نبره. در غیر از او میتونه یک طفل اگر یک غذای درست و سالم نداشته باشه به طرف سوی تغذیه بره. بسیار دقیق. همراهان عزیز، امیدوار هستم که تا این دم از برنامه مواردی که با جناب استاد گفتگو کردیم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره در خدمت شما هستیم. موضوعات هنوز باقی مانده، بحث ما با جناب استاد ادامه خواهد داشت. با ما همراه باشید. مجددا سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های نهایت عزیز، هموطنان عزیز ما. انشالله که تا این دم از برنامه متوجه شده باشین که سوء تغذیه چیست و چقدر اهمیت داره که والدین گرامی به این موضوع توجه بیشتری داشته باشن. در ادامه بحث جناب استاد یک موضوعی مطرح شده که در ذهن خود من هم فعلا خطور کرد. در خیلی از موارد گفته میشه که سوء تغذیه نزد اطفال، بیشتر هم شما عرض کردین که میتونه یکی از دلایل از او فقر اقتصادی باشه. حالا شاید در ذهن خیلی از هموطنان ما هم باشه که
شاید هم همین مورد داشته باشن، افرادی باشن که همین لحظه ما شما بیننده ان برنامه ما و اونا از لحاظ اقتصادی کدام مشکلی ندارن، اما باز هم اطفال دارن که به این مورد دچار هست. میخوایم این از شما بپرسیم من حیث یک شخصی که تجربه دارین در همین زمینه، آیا سوء تغذیه فقط شامل حال افرادی که فقر اقتصادی دارن میشه یا نه خانواده هایی هم که به صورت مرفه زندگی میکنن، آیا اونا هم اطفال نادچار به این حالت میشه یا نه؟ اگر روشنایی داشته باشین در قسمت خیلی خوب میشه. بله کاملا حرف شما درسته. میتونه طفلایی که در خانواده های از نظر سطح اقتصادی در یک خانواده سطح بالای اقتصادی هم زندگی بکنه میتونه دچار سوء تغذیه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما آگاهی درست و کافی در رابطه به نحوی تغذیه درست یک طفل خود در خانه نداشته باشیم ما رو به سمت سوء تغذیه میبریم. شاید بعضی از غذاها را در خانواده ها و فامیلا فکر بکنن که مثلا غذای خوبی هست یا غذایی است که از نظر ارزش غذایی دارای ارزش بلند می باشه و میتونه به طفل موثر باشه، ولی اون غذای ناسالمی باشه و به جایی که فایده برسانه ضرر هم برسانه. مثلا طفلای هستن که به جای غذای خانه بیشتر چپس و پوفک و این چیزا زیاد استفاده میکنن، این غذاها رو زیاد میخورن، از دکان میرن تهیه میکنن میارن به جای وعده غذایی که غذای خانه که مهمترین غذا و بهترین غذا و با ارزش ترین غذا از نظر ارزش غذایی غذایی است که در خانه تهیه میشه، او غذا را طفل نمیخوره و مو غذای چپس و پوفک که از دکان تهیه کرده و امور میخوره، اشتهای طفل هم خراب میکنه و طفل دیگه او غذای خانه را نمیگیره. و این باعث میشه اگر ما این رقم یک نحو تغذیه نزد طفل داشته باشیم اون طفل مسلماً به سمت سوء تغذیه میره، چون نیازهای از اون اساسی از برآورده نشده، غذایی را نگرفته که از نظر ارزش غذایی چیزی داشته باشه که مهم باشه و ارزشمند باشه و بتونه متکافئ کننده نیازمندی های اساسی تغذیه طفل باشه. ببینید خود دوران طفولیت زمان ساخت و ساز هست. میرم یک مثال به شما بزنم به این که اگر ما یک بنای یک تعمیر شما در نظر بگیریم، یک تعمیر وقتی که میسازیم او به چی نیاز داره؟ مواد ساختمانیش خشت است، سمنت است، ملات است، اینا رو باید شما با کیفیت آماده کنین و اینجا سر هم بگذارین تا که یک بنای خوب و مستحکم بسازین. و اگر این تعمیر ساختین و ساخت زود تکمیل شد اما مواد ساختمانی شما کیفیتش پایین بود، این تعمیر یک تعمیر ضعیفی بار میاد که با اندک زلزله شاید فرو بریزه و اندک تکانی شاید فرو بپاشه و از بین بره. اما اگر ما مثلا مواد ساختمانی شما در اول یک مواد ساختمانی با ارزش و با کیفیتی می بود، بنای مستحکمی و تعمیر محکم مستحکمی میتونستین داشته باشین در آینده. این در زمان ساخت و ساز باید آدم بسیار به این توجه داشته باشه. و زمان طفولیت دقیقاً همین یک مثال زنده است. طفل در حال رشد بنایش در حال ساخته شدن هست. اگر این بنایی که در حال ساخته شدن است شما مواد ساختمانی با کیفیت و مهم و ارزشمند در به دسترس بدنش قرار بدیم، بنای عضویتش خوب عالی و با کیفیت و مستحکم ساخته میشه. بنان این دوره من میخوایم که به اهمیت همین دوره طفولیت یعنی توجه و تمرکز و اشاره داشته باشیم که خانواده و فامیلای محترم بیشتر به این قسمت توجه بکنن که طفل که در حال رشد هست او سخت نیازمند مواد غذایی می باشه، پروتئین کافی باید دسترس بدنش قرار بگیره، منرال کافی باید دسترس بدنش قرار بگیره، مواد غذایش غذای ارزشمند باشه تا اینکه بنای بدنش درست ساخته شه. ولی مگر وقتی که کلان شد و 40 ساله و 45 ساله و اون طرف شد دیگه باز شاید مصرف زیاد مواد غذایی بتونه ضررای داشته باشه و اون موثریت نداشته باشه که در زمان طفولیت داره. 100% تشکر از شما جناب استاد، توضیحات بسیار خوبی در این قسمت داشتین. هموطنان عزیز باز هم تاکید میکنم بر این که به این ذهنیت نباشین که تنها دلیل ایجاد سوء تغذیه نزد اطفال نازنین فقر اقتصادی هست. همونطور که جناب استاد گفتن حتی شما عزیزان هم حتما تجربه این مورد دارین. اطفال زیادی داریم که حتی در خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی در سطح بالای قرار دارن باز هم اطفال از اینا به سوء تغذیه دچارن. چرا؟ عدم تغذیه درست نزد از اونها یا دادن انواع غذاها و انواع خوردنی هایی که ارزش غذایی نداره. بنابراین متوجه این مورد باشین، خیلی راحت میتونین که با یک برنامه غذایی سالم طفل خود را از مصاب شدن به سوء تغذیه انشالله جلوگیری بکنیم. جناب استاد
بیشتر در رابطه به نقش تغذیه در قسمت رشد ذهنی و جسمی اطفال نازنین توضیحاتی داشته باشین. تا چه سرحد میتونه این مورد مهم باشه؟ خیلی زیاد تاثیرگذار است. اگر ابتدا بیم بود روانی و ذهنی تغذیه سالم بررسی بکنیم، یک مقوله جالبی ما به زبان دری فارسی داریم، میگن که عقل سلیم در بدن سالم است. دقیقاً. عقل سلیم در بدن سالم است به چی معنا؟ اگر یک بدن سالم داشتیم، اگر یک وضعیت خوبی داشتیم، یک بدن سالم و صحتمند داشتیم، حتما عقل سالم و ذکاوت سالم و هوشیاری سالم و قوی یادگیری خوب و سالم و قوی هم می داشته باشیم. و اینا لازم و ملزوم یک دیگه بسیار زیاد تاثیرگذار است. اگر طفل شما تغذیه سالمی نداره و سوء تغذیه می باشه و رشد جسمانی خوب نداره، مسلم است که رشد عقلی و ذهنی و روانی و ذکاوت و آیکیو و قوی یادگیری و گپای هم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. به عنوان مثال فقر آهن بسیار زیاد در این قسمت مهم است. طفلکایی که سوء تغذیه دارن و به فقر آهن دچار هستند و کمخونی دارن، از نوع کمخونی نوع فقر آهن، اینا میتونن ذکاوت و هوشیاری و قوی یادگیری اینا پایین باشه، زود خسته میشن و بالاخره قدرت محاسبات و یادگیری ها و اینا میتونه پایین بیاد. و همینطور از نظر آیکیو و حس و هوشیاری و گپا هم تاثیرات بسزایی میتونه داشته باشه. و از نظر بود جسمانی هم که مسلم هست، که بیشتر خدمت شما عرض کردم، بنای بدن ما از مواد غذایی ساخته میشه، از پروتئین ساخته میشه. ذوب عضلی و کاهش وزن، کاهش قد، عدم رشد سالم و درست، اینا میتونه از سر تغذیه ناسالم به بار بیاد. بسیار خوب جناب استاد، معمولا شاید این سوال حتما به ذهن والدین گرامی هم باشه، ای که چگونه میتونن تشخیص بدن والدین که اطفال از اونها از لحاظ تغذیه یک فرض مثال غذای متوازنی مصرف کرده و او غذایی که برای از او دادن همون نیازهای بدن از او تامین کرده. در این قسمت اگر اشاره داشته باشین خیلی خوب میشه. خیلی خوب. ببینین خیلی ساده و راحت یک طفل وقتی که تغذیه میکنیم بعض غذاها ولو ساده هم باشه ولی دارای ارزش غذایی بلند می باشه. مثلا لبنیات، مثلا تخم مرغ، مثلا لوبیا، گوشت، مصرف این مواد غذایی میتونه در حالی که در خانه فراوان هم پیدا میشن، نان خشک، غلات، حبوبات، اینا میتونه بسیار کمک کننده باشه و میتونه یک غذای سالم و غذای سازنده خوبی برای طفل باشه. اشتیاق طفل مهمه، ببینید که غذا به اندازه کافی میگیره، وعده غذایی منظم هست، درست غذا میخوره در هر وعده غذایی و در هر وعده غذایی چی استفاده میکنه، چی میخوره، این بسیار مهمه که باید به او توجه بکنیم. میگم که خدمت شما عرض کردم. از طرف دیگه هم ببینیم رشد طفل شما چگونه هست. اگر طفل نظر به سن خود و رشد متوقعه را یافته، به معنی که تغذیه سالمی داره. وزن طفل شما چگونه هست؟ اگر نظر به سن متوقعه وزن ایدئال داره، به معنی تغذیه خوب است. قد طفل شما چه اندازه است؟ اگر همون قد نرمالی که توقع میره در همون سن مربوطه طفل داشته باشه، مثلا در 2 سالگی چقدر قد داشته باشه، در 6 ماهگی چقدر قد داشته باشه، میتونیم الی بالاتر میتونه یک نشانی خوب از این باشه که طفل دارای یک تغذیه سالم و خوبی بوده. و همچنین پارامترهای دیگه هم که از نظر کلینیکی هست، میشه که طفل به یک از مراکز صحی یا نزد متخصصین اطفال در مراکز صحی در شفاخانه ها بیارن. در اونجا هم ما معیارات اندازه‌گیری و ارزیابی را می داشته باشیم. به عنوان مثال ما طفلا را قد و وزن میکنیم، یک معیار به نام زید اسکور داریم، بر اساس زو سنجش میکنیم. موک یک چیز داریم به نام اندازه‌گیری کتله متوسط بازوی چپ طفل اندازه میکنیم، توسط یک نوار اندازه‌گیری رو به بازوی طفل میندازیم، او رو اندازه میکنیم، میبینیم که آیا مو کتله متناسب رشد یافته بازو طفل داره یا خیر. اگر طفل سوء تغذیه باشه، او اندازه موکی که ما از قسمت بازوی طفل میگیریم او بر ما نشان میده. همچنین قد میکنیم، وزن میکنیم، اندازه میکنیم، بر اساس سن طفل میسنجیم و میبینیم که آیا طفل سوء تغذیه هست یا نه. و اگر سوء تغذیه هست، آیا از نوع شدید یا نه، از نوع متوسط یا نه، یا از نوع خفیف یا نه. اینا ما باز درجه بندی میکنیم، سیوریتی یا شدت سوء تغذیه رو نزد طفل میسنجیم و باز بر اساس پروتکل و پلان تداوی اتخاذ میشه برای طفل که با چین و ختمش تداوی رو نزد طفل به پیش ببریم. ممنون از شما همراهان عزیز و نهایت خوب.
همونطور که جناب شفقیار صاحب عرض کردن باید متوجه باشیم که طفل خود در قسمت مواد غذایی و تغذیه از او توجه جدی داشته باشیم. از غذاها و از انواع خوردنی هایی که برای از او داده میشه باید خودمون پیش خود محاسبه کنیم که چقدر این غذا ارزش غذایی داره و چقدر میتونه برای طفل ما این مؤثر واقع بشه. از یک سری غذاها و خوردنی هایی که ارزش غذایی ندارن تلاش بکنیم که از اونها جلوگیری بکنیم از دادن از اونها برای اطفال نازنین خود. و اگر میخوایم که بیشتر بفهمیم این که طفل شما از لحاظ تغذی در کدام سطح و سویه قرار داره، حتما از زمان تولد او طفل حتما در هر چند وقت یک بار تحت نظر دکتر معالج قرار بدین، برین تشخیص بدین تا اینکه آینده او طفل نازنین انشالله از خطرات و بیماری های مختلف تأمین بشه و انشالله که در آینده نشه که طفل ما و شما خدای نکرده به کدام مشکل خطرناک یا بیماری خطرناک دچار بشه. یک وقفه کوتاه داریم به خاطر که خسته نشیم. باز هم همکاران عزیز ما در بخش تکنیک یک بسته معلوماتی ساختن در رابطه به چگونگی پیشگیری و عواقب خطرناکی که خود بیماری سوء تغذیه نزد اطفال نازنین داره. میریم و اتفاقا هم دیگری بخش میبینیم. در ادامه برنامه هنوز ادامه داره، با ما همراه باشید. تأثیرات سوء تغذیه بر اطفال و راه‌های پیشگیری. سوء تغذیه فقط یک ضعف ساده نیست. اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، عواقب بسیار خطرناکی برای طفل در پی خواهد داشت. اختلالات و بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه در اطفال. ماراسموس، کودک به شدت لاغر، خشک و بیجان به نظر می‌رسد. انرژی بدن کاملاً از بین رفته، گوشت و چربی تحلیل رفتند. این حالت از کمبود انرژی و پروتئین ناشی می شود. کواشیورکور، برخلاف ماراسموس در این بیماری کودک ممکن است بدن ورم کرده داشته باشد. شکم برجسته، پوسته، رنگ پریدگی و بیحالی از علائم آنند. این بیماری از کمبود شدید پروتئین به وجود می آید. کمخونی، کمبود آهن در تغذیه باعث خستگی، ضعف و کاهش تمرکز می شود. اطفال کمخون به خوبی رشد نمی کنند و دچار تأخیر در رشد ذهنی و فیزیکی می شوند. کاهش مقاومت بدن، اطفال دچار سوء تغذیه قدرت دفاعی کافی ندارند و به سرعت به بیماری‌هایی مانند اسهال، سینه بغل، تب و ساری واکنش نشان می‌دهند. اختلالات ذهنی و روانی، مغز در حال رشد کودک نیاز به مواد مغذی دارد. کمبود آنها می‌تواند باعث کاهش حافظه، تمرکز ضعیف و حتی اختلال در یادگیری شود. راه‌های پیشگیری از سوء تغذیه در اطفال. تغذیه با شیر مادر، بهترین و کاملترین غذا برای نوزاد در 6 ماه اول زندگی فقط شیر مادر است. این شیر تمام مواد ضروری برای رشد طفل را دارد. تغذیه مکمل از 6 ماهگی. بعد از 6 ماه باید غذاهای نرم و مغذی مانند حریره، سوپ، میوه له شده و سبزیجات به رژیم غذایی طفل اضافه شود، همراه با ادامه شیر مادر. تنوع غذایی، استفاده از گروه‌های مختلف غذایی مانند غلات، سبزیجات، گوشت، لبنیات و میوه‌ها. کودک باید رنگ‌های مختلف غذا را در ظرفش ببیند. آموزش مادران در مورد تغذیه سالم، روش پختن غذای مغذی و تشخیص علائم سوء تغذیه یک گام مهم در جلوگیری از این فاجعه است. مراقبت‌های صحی منظم، واکسیناسیون، بررسی وزن و قد منظم اطفال و مراجعه به مراکز صحی در صورت دیدن علائم خطرناک. حمایت‌های اجتماعی، برنامه‌های تغذیه‌ای در مکاتب،
توزیع مکمل‌های غذایی در مناطق محروم و فعالیت نهادهای صحی در زمینه آگاهی دهی می توانند از گسترش سوء تغذیه جلوگیری کنند. سوء تغذیه دشمن پنهانی است که آینده یک نسل را تهدید می کند. اما با آگاهی، توجه و همکاری می توان آن را شکست داد. هر قاشق غذای سالم، هر قطره شیر مادر و هر لحظه مراقبت می تواند زندگی یک کودک را نجات دهد. همراهان خوب و نهایت گرامی، باز هم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه. کلیپ معلوماتی بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. امیدوار هستم که موارد و نکات کلیدی از اون کلیپ حتما برای خود یادداشت کنین، به خصوص والدین گرامی و توجه جدی شما برای مراقبت از اطفال نازنین بیشتر خواهانم. جناب استاد، در ادامه میپردازیم به این که کمبود بعضی از مواد و موارد غذایی، عناصر مختلف مثل کمبود کلسیم، کمبود ویتامین ها، کمبود آهن، اینها بیشتر میتونه سبب کدام مشکلات در نزد اطفال بشه؟ خب چون در لابلای صحبت‌های خود بیشتر شما گفتین که همه مواد غذایی که باید برای طفل داده بشه ارزش غذایی داشته باشه و همه عناصر و ترکیبات مختلف داشته باشه. حالا می‌خوایم اگر بگیم که برای بیننده‌های عزیزمون توضیح بدین که اگر این مواد غذایی این موارد نداشته باشه، از تاثیر کمبود این عناصری که گفتم چه مشکلاتی میتونه نزد اطفال ایجاد بشه؟ بسیار خوب، تشکر. ببینید، بدن انسان به یک رژیم غذایی سالم و متوازن نیازمند هست. بله. منظور ما از رژیم غذایی متوازن این است که ما باید برنامه غذایی را داشته باشیم و رژیم غذایی را داشته باشیم که همه موادات مغذی در او شامل باشه و به اندازه کافی او را داشته باشیم. بله. فقر هر کدام از موادات غذایی در رژیم غذایی ما باعث میشه که ما بدن ما را به کمبود و به فقر او مواجه بسازه و یک دنیا اختلال از خاطر کمبود از او در بدن به بار بیاریم. ما چند مثال به شما اشاره میکنم. بله. و همچنان اضافه باری و یک نواختی یک نماد غذایی هم درست نیست. مثال مشکل ساده، ما یک غذایی را استفاده بکنیم که همیشه کربوهیدرات و قندیات به اندازه کافی داشته باشه و خبری از پروتئین و شحمیات و ویتامین ها و منرال ها در اون نباشه. یک رژیم غذایی داشته باشیم که سرشار از شحمیات باشه، خبری از پروتئین و فرض مثال کربوهیدرات در اون نباشه، ویتامین ها و منرال ها و آهن و اینا فقیر باشه. این درست نیست و ضرر داره هر دو حالت. نباید ما به اضافه باری یک ماده غذایی در بدن خود مواجه بسازیم و نه به فقرش. ببین، در رابطه به فقر یک چند مورد مهمه که شما اشاره کردیم از مسائل بپردازیم. مثلا فقر پروتئین در بدن انسان سبب میشه که عضلات ضعیف، نحیف، وزن بدن کم و به بیماری به نام کواشیرکور مبتلا بشیم. اطفال یک بیماری به نام کواشیرکور یک نوع سوء تغذیه است، یک نوع سوء تغذیه کلینیکی که نزد اطفال میتونه از اثر فقر پروتئین ایجاد شود. به خاطر از اینکه ما یک پروتئین مهم در بدن در دوران خون به نام البومین داریم که به اندازه کافی بودن او سبب تامین فشار آسموتیک در پلازما میشه که از به زبان ساده عرض کنم خدمت شما که از بیرون زدن آب از جدار رگ به بیرون جلوگیری میکنه. اینال فقر پروتئین به نام البومین داخل دوران خون سبب میشه که اون فشار آسموتیک یا قوی که مایعات در داخل رگ ها نگه میداره او پایین بیاد و این سبب میشه که مایعات از جدار رگ ها بیرون بزنه و عملا اوزیما یا ورم یا کندگی ایجاد بکنه. و به خاطر یک از نشانه های کلینیکی سوء تغذیه نزد اطفال است که طفل ورم داره، دست پایش متورم است و پشت پای طفل وقتی که شست دست خود فشار میدیم اثر انگشتش میمونه. این اوزیمای اثرگذار یا اوزیمای گودگذار که یک گودال یا یک چقوری را ایجاد میکنه، به این معنی که دست پای طفل از خاطر سوء تغذیه و از خاطر فقر پروتئین ورم کرده و عضلاتش ضعیف میباشه و بالاخره وزن بدن کم. فقر کلسیم سبب میشه که استخوان‌های ضعیف و دندان‌های ضعیفی داشته باشه یک طفل، به پوکی استخوان، به نرمی استخوان، به استخوان‌هایی که شکنند و ضعیف میباشه معرض بسازه. دندان‌های ضعیف شکننده در طفل ایجاد میکنه. فقر آهن کمخونی به بار میاره. فقر آهن پیشتر خدمت شما عرض کردم ذکاوت و هوشیاری و ضعف سیستم ایمنی بدن سبب میشه.
فقر ویتامین ای ضعیفی بینایی را سبب میشه. بر اساس آمارها و راپورهای WHO یا سازمان صحی جهان در سال 1995 نیم میلیون طفل در جهان از اثر فقر ویتامین ای نابینا شدند، بینایی خود از دست دادن و کور شدند. بنان ویتامین ای در قوی بینایی و در تقویت بینایی بسیار زیاد الزامی و مهم است. طفلک‌ها شبکوری پیدا میکنن، بالاخره اساسا در اثر فقر ویتامین ای که یک ویتامین منحل در شمع، یک ویتامین مهمه. مثلا شما در روغن ماهی، در تخم مرغ و در سایر در جگر، در این چیزا میتونین داشته باشین و او را تامین بکنین. فقر از او سبب میشه که طفل شما بینایی او کم باشه و بالاخره رفته حتی طفل کور شده میتونه از اثر فقر ویتامین ای. اینا مثالای زنده هستن که نشان میده برای ما که چقدر هر کدام از این موادات غذایی برای بدن ما حائز اهمیت و مهمه و ما اینا رو باید توسط رژیم غذایی دریافت کنیم و به دست بیاریم. بنابراین تاکید من سر است که یک رژیم غذایی باید داشته باشیم که او متوازن باشه و غنی باشه از نظر این موادات غذایی ارزشمند. حتما همراهان عزیز به نکات بسیار خوب و ارزنده جناب استاد اشاره کردند در قسمت ای که کمبود عناصر و ترکیبات مختلف در نزد اطفال باعث ایجاد بیماری‌های مختلف میشه. حتی شاید ساده به نظر برسه، شاید بعضی از مادرها و والدین گرامی خیلی ساده بگیرن این موضوع، اما امکان داره که در آینده او طفل به خطر مواجه بشه بعد از اینکه سن و سال از او زیادتر بشه، در مراحل نوجوانی و جوانی قرار بگیره. کمبود هر یک از این عناصری که گفتیم مثل کلسیم، مثل آهن، مثل پروتئین ها، مثل ویتامین ها، همه اینها میتونه که به یک مشکلات طفل دچار بسازه که در آینده دیگه هیچ راه حل و هیچ راه درمانی برای از او مشکل و بیماری از او وجود نداشته باشه. اما خیلی راحت و ساده میتونیم ما و شما اقدام بکنیم. نیاز نیست که فرض مثال ما هزینه‌های گزافر بیایم روی انواع مواد غذایی بپردازیم و اجرا بکنیم که او مثلا ارزش غذایی داشته باشه. همین مثال بگم، مثلا خود کچالو بسیار زیاده در شهر ما، حتی مورد استفاده از او در هر خانه نسبت به سایر انواع مواد غذایی زیادتر هست. بیایم همین ماده غذایی یعنی کچالو سر روغن سرخ نکنیم. این خود از این خیلی میتونه مضر باشه و در کنار از او ویتامین موجود در او توسط همین سرخ کردن در روغن از بین میره. اما اگر کچالو رو بیایم بجوشانیم، آب پز بره طفل خود بدین، ویتامین موجود در او فعال میشه و خیلی راحت وقتی مورد استفاده طفل قرار میگیره ویتامین مورد نیاز از او از یک بخش مثلا تامین شد. انشالله توجه جدی همه والدین گرامی در این زمینه خواهانم. جناب استاد میشه که بیشتر بگین که چه راهی وجود داره که ما از سوء تغذیه نزد اطفال جلوگیری بکنیم؟ خب در لابلای صحبت ها حتما کم و بیش اشاره داشتین، همراهان عزیز حتما متوجه بودند، اما به خاطر تاکید بیشتر چون مورد بسیار مهمیه، هدف ما هم این هست که واقعات سوء تغذیه کمتر بشه. جهت آگاهی بیشتر میشه که بیشتر توضیحات در زمینه داشته باشیم. بسیار خوب. ببینین وقایع اگر از اون سطح بدوی آغاز بشه، سطح بسیار ابتدایی و اولیه آغاز بشه، بسیار خوب و مؤثر و کارساز هست. دقیقاً. و من وقتی میگم وقایع از سطح بدوی یا خیلی اولیه و ابتدایی، خوب است که یک مادر یک تغذیه سالم داشته باشه. مخصوصا در زمان حاملگی، زمانی که یک طفل در بطن مادر پرورش پیدا میکنه، خوب از بدن مادر تغذیه میشه. اگر مادر یک تغذیه سالم داشته باشه میتونه یک طفل سالم پرورش بده. پروتئین کافی مادر دریافت بکنه، لبنیات و غذاهایی که ضرور هست و لازمی هست و که از نظر پروتئین و از نظر کلسیم و آهن و لوازم مواد ضروری و امو در بخور در او می باشه و مورد احتیاج یک مادر باردار یا حامل هست او را به دست بیاره، اما طفل پرورش درست مییابه. زمانی که طفل به دنیا میاد به صورت نرمال بین 2.5 تا 4 کیلوگرم بعد وزن داشته باشه. اگر یک طفل وزن نرمال می داشته باشه، مثلا 3 کیلو 3.5 کیلو تا نزدیک 4 کیلوگرم وزن داره، خیلی خوب است. یک طفل به دنیا آمده دارای یک وزن نرمال و یک طفل سالم. بعدا میرسه دوران تغذیه در زمان حیات خارج رحمی یا پس از تولد.
پس از تولد تا 6 ماه اول بسیار زیاد مهم است که طفل با شیر مادر تغذیه بشه. مادر را باید بسیار توجه کنند که این نحوی تغذیه بسیار درست باشه، یعنی طفل باید مکرر و متواتر منظم شیر بدن، هم چندین مرتبه در ساعات روز و هم چندین مرتبه در ساعات شب، که تغذیه شب بسیار مهم است. شیردهی از طرف شب در زمان خواب چندین مرتبه مادر باید طفل شیر بده. این شیردهی سالم و درست و منظم و تا میاد معین و منظمش بسیار زیاد مهمه، حیاتیه و مو بنای اساسی طفل، بدن طفل، صحت طفل همین جا گذاشته میشه. بعد از دوره 6 ماهگی که هنوز هم غذای اصلی طفل شیر مادر در 6 ماه دوم حیات هست، ولی در کنارش حتما باید یک غذای مکمل یا غذای در کنار شیر مادر باید به طفل داده شه. چرا؟ چون که دیگه عضویت طفل، بدن طفل دیگه تقاضای بلند رفته و تکافو نمیکنه که تنها با شیر مادر تغذیه بشه. پس بعد غذای مکمل آغاز بکنیم و اولین غذای پیشنهادی برنج هست، حبوبات هست، امتصاص پیش بریم و غذاها رو به طفل کم کم داده بریم همراه با شیر مادر تا 6 ماه دوم حیات تکمیل میشه. بعد از اون میرسه این طفل 1 ساله میشه و 1 سالگی تا 2 سالگی. این 2 سال اول حیات بسیار زیاد مهم و اساسی میباشه از نظر رشد و تکامل و داشتن یک تغذیه سالم و داشتن یک تغذیه ایدئال و نرمال و کافی. توجه بکنن که طفل غذای کامل میگیره، غذای سالم میگیره، دفعات غذای منظمه، اشتهای کافی داره، چی نوع غذا دریافت میکنه. این باعث میشه که بتونیم یک طفل سالم و صحتمندی داشته باشیم و او را نجات بدیم از اینکه خدای نخواسته دچار سوء تغذیه بشیم. بسیار خوب جناب استاد، در بحث سوء تغذیه کدام برنامه واکسیناسیون هم وجود داره یا انواع برنامه‌های تغذیه‌ای که بتونه برای بهبود حالت اطفالی که به سوء تغذیه دچار هستن تاثیرات مهمی بگذاره، یا هم به خاطر جلوگیری از مصاب شدن این موارد کدام برنامه‌ای در این قسمت وجود داره جناب استاد یا خیر؟ چرا که نه، برنامه‌های زیادی در بخش صحت اطفال وجود داره، از جمله در بحث طب وقایوی تکمیل کردن دوره‌های واکسین طفل از مصابیت و امراض گوناگون دوره طفولیت نجات میده و اگر طفل معافیت کافی داشته باشه و به امراض دچار نشه میتونه یک طفل سالم و صحتمند باشه. طفلایی که مریض میباشن اشتهای نام خراب میشه، تغذیه کامل و درستی هم نمی داشته باشن و خود زمینه ساز میشه برای اینکه طفل به سمت سوء تغذیه بره. برای تکمیل کردن دوره‌های واکسین طفل و معافیت دهی برای طفل و نجات دادن طفل از مصابیت به امراض مهلک و خطرناک دوره طفولیت میتونه طفل سالم و صحتمند باشه و در این حال اشتهای بهتر و تغذیه سالمتر و بهتری هم داشته باشه. و در این حال برنامه‌های تداوی غذایی هم در شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها و مراکز صحی وجود داره. مثلا در شفاخانه حوزوی هرات ما بخش تداوی سوء تغذیه اطفال داریم که تحت پوشش مؤسسه محترم MSF یا مؤسسه طبیبان بیمارس قرار داره که مورد حمایت و تمویل مؤسسه طبیبان بیمارس هست و در اونجا ما طفلایی که سوء تغذیه می باشن اگر از نظر کلینیکی وضعیت صحی نا ایجاب بستری داشته باشه بستر میکنیم در بخش ITFC ما یا در بخش بستری مریضای سوء تغذیه و اونجا هم مورد تغذیه و هم مورد تداوی قرار میگیرن. طفلات ها زمانی که هم دوره تداوی نا تکمیل میشه و قابلیت را پیدا کنن که رخصت چند در خانه برن. و طفلایی که نیازمند به بستر هم نباشن ما بسته های غذایی داریم که به طفلات داده میشه، غذای مانند RUTF، RUSF، این بسته های غذایی می باشن که اینا مکملای غذایی هستند که به طفلات داده میشه. شیرای مقوی و غنی از مواد غذایی را به طفلا میدیم، هم در جریان طفل که بستری می باشن و هم طفلایی که رخصت میشن در خانه میرن. بالاخره برنامه‌های تداوی کننده و وقایوی در شفاخانه ها و مراکز صحی و کلینیک های دولتی به شکل مجانی و رایگان در دسترس و خدمت هموطنان قرار دارن. میشه از این خدمات استفاده کنن و بهره مند بشن و طفلا را نجات بدن از تشکر از شما. واقعا ما هم خوشحالیم به این که یعنی واقعا هر روز پیشرفت در عرصه طبابت میبینیم و همچنین با پیشرفت مسائل مختلف در بحث تکنولوژی و در بحث طبابت نوین در کشور ما و در گوشه گوشه کشور ما هم دیده میشه. مراکز مختلف صحی و مؤسسات مختلف خیریه در این زمینه واقعا کمک میکنن. امیدوار هستیم روز شاهد از این باشیم که هیچ طفل که به دنیا میاد در شهر و کشور ما و خصوص در کل دنیا او مصاب به کدام بیماری نباشه.
تشکر از توضیحات شما. همکاران عزیز ما اشاره دارند که وقت برنامه به اتمام رسیده. دوست داشتم که بیشتر با شما در رابطه به این مسئله صحبت‌های داشته باشین، اما تشکر از اینکه واقعا توضیحات بسیار جامع و ارزنده پیرامون این موضوع داشتین. من حیث پیام اخیر و توصیه‌ای که اگر دارین برای بیننده‌های عزیز ما به خصوص والدین گرامی که من حیث یک دکتر به خصوص کسی که در همین زمینه دارین کار میکنین، چی توصیه میکنین برای والدین تا اینکه تغذیه خوب و سالمی داشته باشن و اطفال نازنین از اونها پیشگیری بشه از مصاب شدن به سوء تغذیه؟ بسیار خوب. ببینیم اکثرا هموطنان ما با فقر و مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن. من میخوام یک پیام خدمت والدین گرامی داشته باشم و این که حتمی نیست که یک غذای قوی و یک غذای با ارزش به گرانبهاترین قیمت به دست بیاید و خریداری بشه. بعض اوقات یک غذای بسیار غنی و بسیار با ارزش به نازلترین قیمت قابل دسترسه و پیدا میشه و میتونیم ما رو به دست بیاریم و میتونیم استفاده بکنیم. فقط مهم است که ما امو فهم و درک و آگاهی لازمه داشته باشیم. غذاهای بسیار ساده میتونن خیلی با ارزش باشن. مثلا فصل میوه‌جات است، الحمدلله ما میوه های کافی فراوان و به نازلترین قیمت به شهر ما و در بازار مارکت افغانستان در مجموع قابل دسترس هم میتونیم رو به نازلترین قیمت به دست بیاریم و با ارزشترین مواد غذایی را از او داشته باشیم. و به عنوان مثال تخم مرغ، کچالو که بیشتر شما فرمودیم در رابطه غلات و حبوبات میتونه بسیار مؤثر باشه، ولی شاید یک غذای فست فود که میتونه مضر باشه و میتونه دارای ارزش غذایی پایین باشه به گرانبهاترین قیمت به دست بیاره. غذای کانسرو شده شاید به گرانبهاترین قیمت که مواد نگهدارنده داره و میتونه ضرر داشته باشه به دست بیاره. اما یک غذای خانگی، یک غذای که در بازار به قیمت نازل و ارزان میتونه به دست بیاره، شاید ارزش غذایی به مراتب بالاتر باشه. بنابراین همیشه آگاهی رمز خوشبختی و موفقیت است. خوب است که این فهم و درک داشته باشیم و پیدا بکنیم که چه غذایی میتونه دارای ارزش غذایی بلند باشه، نه دارای قیمت بالاتر. تشکر از شما جناب استاد. ممنون از اینکه به برنامه تشریف آوردین. خسته نباشین. معلومات بسیار خوب و مفید بود. امیدوار هستم که برای هموطنان عزیز ما هم مفید واقع شده باشه. از خداوند برای شما سعادتمندی خواهانم، ان شاءالله همیشه صحت و سلامت باشین. تشکر از شما، سلامت باشین. و تشکری ویژه داریم از همراهی همه شما همراهان عزیز که با دقت و مهر تا پایان برنامه با ما همراه بودین. امیدوار هستم که داشته های این هفته از برنامه سلامت هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و برنامه مفیدی در خدمت شما عزیزان ارائه کرده باشیم. یک تشکری خاص هم از حامی برنامه خود داریم، اینستیتوت علوم صحی عاطفی، یکی از بهترین اینستیتوت‌ها در شهر هرات که در زمینه رشته‌های مختلف صحی فعالیت دارند. حامی برنامه ما هستند. تشکری می‌کنیم از اونا. و به پایان یکی دیگر از برنامه‌ها رسیدیم. در این برنامه آموختیم که سوء تغذیه اطفال چه نوع بیماری خطرناک هست و والدین گرامی چه توجهی باید در این زمینه داشته باشند. باید متوجه باشیم با آگاهی بیشتر و معلومات بیشتر میتونیم که آینده اطفال خود بهتر رقم بزنیم. پس انشالله همیشه تلاش بکنین سطح مطالعه خود رو بالا ببرین. اطفال نازنین خود رو حتما به دکتران معالج مراجعه بکنین، تحت نظر و تداوی از اونا قرار داشته باشن. در قسمت تغذیه انشالله توجه جدی داشته باشین. این بود برنامه این هفته. تا برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های سلامت همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم تا هفته دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم. تنی سالم و انشالله سلامتی کامل برای همه هموطنان خود خواهانم. وقت همه بخیر. خداوند یار و نگهدار. این برنامه با همکاری تلویزیون معراج و انستیتوت علوم صحی عاطفی برای شما تقدیم گردید.